درود بر شما مخاطبان شریف. متاسفانه سعید راد، بازیگر قدیمی کشورمون، از دنیا رفت. علت اصلی فوتشون و اتفاقی که سال گذشته براشون رخ داد رو در ادامه خواهیم دید. از لایک و سابسکرایب شما عزیزان سپاسگزارم. رسانه‌های داخلی ایران روز دوشنبه اول مرداد 1403 از درگذشت سعید راد، هنرپیشه با سابقه سینما و تلویزیون، در سن 79 سالگی و پس از تحمل یک دوره بیماری خبر دادند. خبر درگذشت این هنرپیشه رو دخترش نگاه راد تایید کرد. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از وضعیت وخیم جسمانی سعید راد به خاطر زمین خوردن و مصدومیتش در شهریور ماه سال گذشته منتشر شده بود. هوشنگ گلمکانی، منتقد سینما و سردبیر ماهنامه فیلم امروز، یک روز پیش از درگذشت سعید راد با انتشار پستی در اینستاگرامش با بیان اینکه سعید راد نه اهل مشروب بود و نه سیگار، نوشت: سعید رادی که آن روز روی تخت دیدم شباهتی به آنچه که حتی از سالهای اخیرش به یاد داریم نبود. دلم نمیخواهد وضعیت او را در آن روز توصیف کنم، حتی اگر نتوانم فراموش کنم. صبح دیروز 31 تیر 1403 دختر سعید راد یعنی خانم نگاه راد از وخامت حال پدرش خبر داد و بیان کرد علیرغم تمام تلاش‌های کادر درمان و درمان‌های طولانی که انجام شده، اما متاسفانه بهبودی در روند حال ایشون ایجاد نشده و از مردم و طرفدارانشون خواست برای پدرشون دعا کنند. اما امروز خبر فوت این هنرمند منتشر شد. احمد سعید حقپرست راد، مشهور به سعید راد، 4 آبان 1323 به دنیا اومد. بازیگر و نمایشنویس ایرانی، دیپلمه قبل از انقلاب و دانشجوی انصرافی دانشکده کشاورزی کرج. پدرش خلبان نیروی هوایی و از اعضای حزب توده بود که پیش از انقلاب ترور شد. سعید راد تا حالا 2 بار ازدواج کرده که هر دو هم منجر به طلاق شده. تا قبل از انقلاب 57 در 10 فیلم بازی کرد. او به دلیل فیزیک بدنی مناسب و چشمان آبی با بازی‌های درخشان در خاطرها ماندگار شد. به خاطر همین شهرت باور نکردنی با فیلم عقاب‌ها، با اعمال نظرات سلیقه‌ای مدیران وقت بدون هیچ دلیلی او را ممنوع الکار کردند. سعید راد بعد از اینکه در اواسط دهه 60 ممنوع التصویر شد، ایران رو ترک کرد و مدتی در هند و کانادا و ایالات متحده آمریکا زندگی کرد. او در سال 1378 به ایران برگشت و پس از سالها دوری از سینما در فیلم سینمایی دوئل ایفای نقش کرد. سعید راد در دوران جوانی ازدواج کرد. اطلاعات زیادی از این ازدواج در دسترس نیست و حاصل این ازدواج یک فرزند پسر به نام سام و یک فرزند دختر به نام نگاه. سعید راد پس از مدتی از همسرش جدا شد و همسر و فرزندانش در کانادا به زندگیشون ادامه دادن. البته مدتی پیش به ایران برگشتن. همسر دوم سعید راد، نوشافرین، خواننده مشهور کشورمون بود. نوشافرین اون موقع‌ها بازیگری هم می‌کرد. خبر ازدواج اونها در زمان خودش سر و صدای فراوانی رو به پا کرد. نوشافرین پس از 17 سال زندگی با سعید راد ایران رو به مقصد هندوستان ترک کرد و از سعید راد جدا شد. نوشافرین در مصاحبه‌های تلویزیونی که داشته علت جداییش از سعید راد رو سختگیری و حسادت زیاد او خونده. سعید راد در مصاحبه‌ای گفته بود یک بازیگر حرفه‌ای و کاربلد به جای اینکه پیشنهاد بده و در کار کارگردان دخالت بکنه، باید خودش رو در اختیار کارگردان قرار بده و به کار او اعتماد داشته باشه. همیشه در این 4 دهه با کارگردان‌های مختلفی از جوان تا با سابقه کار کرد و همیشه بعد از مطالعه نقشش خودش رو در اختیار خواسته کارگردان‌ها قرار میداد. در خیلی از فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی مثل سالهای مشروطه یا در چشم باد یا فیلم عبور از میدان مین و فیلم عقاب‌ها او نقش‌های نظامی رو بازی می‌کرد. موقعی که لباس نظامی می‌پوشید ارتباط خاصی با نقش برقرار می‌کرد و به همین خاطر بازی در این نقش‌ها رو بسیار دوست داشت. خودشون گفتن پوشیدن لباس ارتشی مربوط به نیروی هوایی، دریایی و زمینی و فرو رفتن در قالب این آدم‌های مقتدر و قوی ویژگی‌های مثبت زیادی داره و به بازیگر اعتماد به نفس میده.
ورزش و پیاده روی رو حتی در مواقعی که سر کار یا مسافرت هستم از برنامه زندگیم حذف نمی‌کنم. ورزش باعث شادابی، تراوت و سرزندگیم میشه. این آمادگی جسمانی باعث شد سر صحنه فیلم تنگنا با وجود اینکه از پشت کامیون افتادم رو زمین بدنم آسیب جدی ندید. صبح‌های زود که خیلی‌ها در هتل خواب بودن، من در گرمای کرمان حداقل هر روز صبح نیم ساعت می‌دویدم. سعید راد به شدت طرفدار تیم پرسپولیس بود و حتی قبل از انقلاب سر برد و باخت این تیم شرط بندی می‌کرد. نوه کاناداییش آدم همتی هم جزو بازیکنان تیم جوانان پرسپولیس بود که در زمان برانکو به تیم بزرگسالان هم منتقل شد. سعید راد گفته بود من و مسعود کیمیایی قبل از انقلاب کتابخانه‌های پربار و کاملی داشتیم که در میان هنرمندان زبان زد بود. البته برای دکور از کتاب‌ها استفاده نمی‌کردم و بیشتر اونها رو می‌خوندم. دوران جوانی بولینگ باز حرفه‌ای بودم و هر روز بولینگ بازی می‌کردم. گاهی صبح‌ها در ورزشگاه انقلاب پیاده روی می‌کردم. ایشون در مصاحبه‌ای گفته بود پدرم از افسران حزب توده بود که در زمان کودکی من در جریان یک پرواز آزمایشی سقوط کرد و جونش را از دست داد. سعید راد از 5 سالگی به همراه مادرش در محله‌ای در شمیران در کوچه فردوسی که در حوالی خانه هنرمندان و شاعران و نویسندگان بود زندگی می‌کرد. او با پسر نیما یوشیچ دوست بود و با او بازی می‌کرد، اما نمی‌دونست که پدر دوستش شاعر مهمیه. او بعدها شنید که اونجا معروف بوده به کوچه روشن فکرها. علت اصلی فوت سعید راد چی بود؟ نگاه راد با اشاره به مشکلات جسمی سعید راد گفته شهریور سال گذشته پدرم در منزل و به دنبال یک زمین خوردگی دچار مصدومیت شد. پس از مراجعه به بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفت و بعد از بیمارستان مرخص شد. در منزل استراحت کردند و بعد از 1 ماه تونست با واکر راه بره. روند بهبودی پدرم ادامه داشت تا اینکه به دلیل اینکه پروتز مورد استفاده به خوبی در کمرش قرار نگرفته بود، پدرم دوباره دچار مشکل شد و بعد از مراجعه به بیمارستان دوباره عمل جراحی انجام شد و مدت 8 هفته فیزیوتراپی مداوم هم انجام شد. اما متاسفانه با وجود فیزیوتراپی ها دیگه ایشون توانایی راه رفتن نداشت. متاسفانه به مرور از اواخر سال گذشته مشکلات دیگه‌ای هم مثل عفونت ریه و مثانه به مشکلات راه رفتن پدرم اضافه شد و با وجود مخالفت من و خانواده با رضایت خودش مورد عمل جراحی قرار گرفت. اما متاسفانه عمل موفقیت آمیز نبود. نگاه راد با اشاره به اینکه حدود 10 ماه سعید راد در بستر بیماری بود گفت پدرم تحت نظر پزشک در یکی از کلینیک‌های تهران در حال درمان بود، اما به مدت 2 ماه بود که روند درمان به خوبی پیش نمی رفت و حالش بهبود پیدا نمی کرد. نگاه راد گفت از همه مردم و هموطنان عزیز و علاقمندان و سینماگران و خانه سینما که پیگیر وضعیت درمانی پدرم بودند تشکر می کنم و از همه دوستان سپاسگزارم. روح این هنرمند عزیز شاد و یادش گرامی. لطفاً شما عزیزان هم یک جمله در وصف سعید راد بنویسید. اگه علاقه‌مند هستید ویدیو مربوط به دعوای جنجالی داریوش اقبالی و شاهزاده رضا پهلوی رو تماشا کنید، لطفاً روی این تصویر کلیک کنید. از لایک و سابسکرایب شما عزیزان سپاسگزارم. خدا نگهدار.